صحبت رو برگرد به یه چیز دیگه. نه ببین از اینا برای فارسا چایی میریزن و خود ترکا اینجوری بس با تجربه این که من تا 7 جد آبادم آذری هستم و به این قضیه بسیار هم افتخار میکنم، من خطاب به همیهنان پارس خودم عرض میکنم که اکثریت قریب به اتفاق آذربایجانی ها به هیچ وجه خودشون رو از ایران جدا نمیدانند و هرگز چنین اندیشه‌ای در سر ندارند. من بالاخره با خیلی ها در تبریز، در ارومیه، در اردبیل در ارتباط هستم، منویات اونها رو میدونم، آرزوهاشون رو میدونم، حتی در تخیلاتشون همین نیست که آذربایجانی از ایران جدا بشه، کشور مستقل تشکیل بشه. اگر هم بعضی وقتا واردشون این بحثایی میشون، بحث الحاق بقیه آذربایجان ها به ایران هست، نه اینکه آذربایجانی هم از ایران جدا بشه و به دیگر آذربایجان ها بپیونده. این رو بدون تعارف گفتم، احساسی هم بحث نمی کنیم، بدون احساسات عرض میکنم اکثریت قاطع چون این تفکری نداره. ما چون این نسلی هستیم. نگاه نکنید به جوک گفتنامون، خندیدنامون، بیخیال بازیامون، مصرف نمیدونم میزان مصرف مواد مخدره، نه مشروبات الکلی، اینا حال ندارن، نه پاش برسه خیلی هم حال دارن و حال خیلی ها رو هم میگیرن. و خواهش میکنم که راجع به مقوله ایران یه مقدار سنسورهای حساسیت قوی تر عمل کنید. من sizin başınıza dolanım ki Təbrizdə Azərbaycanda yaşayırsınız. İran siz və siz İransız heç dərdə dəyməz. در ایران راسism اول سیستمیک هست، راسism بیولوژیک هست، راسism علمی هست، راسism آکادمیک هست، راسism وحشتناک زبانی هست، راسism فرهنگی هست و در کنار اون البته راسism فردی هم هست. یه نوع دیگه ای از راسism هست دوستان عزیز به نام راسism درونی شده، internalized racism. این نوع راسism از طریق قربانیان خود راسism با درونی کردن و نهادینه کردن راسism موجود در جامعه اعمال میشه. زبان آذری یه اصطلاحی داریم به نام مانگورت که مثلا به این افراد میگیم خطاباً و در زبانهای دیگه هم هست، مثلا در میان یهودها اینا یه اصطلاحی دارن به نام self hating Jew، یعنی اون یهودی که از خودش از مردمش متنفره. یا در میان مثلا مردمان سیاه‌پوست در آمریکا، افریکن امریکن ها یه ترمی هست به نام home slave versus field slave، یعنی اون برده خانه‌زاد و برده که رو زمین کار میکنه. و ما این مانگورت رو داریم در زبان ترکی و آذربایجانی. این جوهر کلام در مورد راسism درونی شده، internalized racism، اینه که چون در جامعه وسیع‌تر سیستم راسisتی حاکمه، نژاد پرستی حاکمه، قربانیان این نژاد پرستی به جای اینکه مقاومت کنند در مقابل این سیستم نژاد پرست، میان ویژگی‌های و ادبیات و گفتمان این سیستم نژاد پرستانه رو درونی خودشون میکنن. مثلا ترک آذربایجان بلند میشه میگه بله ما به لحاظ ژنتیک و خونی آریایی هستیم، ولی خب زبانمون رو نمیدونم از قرن 11 اینا ترک های چپاولگر و نمیدونم ویرانگر ترک تازی کردن، اومدن زبان ما رو عوض کردن. حالا وظیفه خودش میدونه که بیاد و بیسته در مقابل مثلا این گروهی که فکر میکنه تجاوزگرن و در واقع پدر و مادر و اجداد خودشه دیگه، مثلا میخواد اینها رو بزنه و بکوبه که مثلا خودش رو راضی کنه. میخواد به گروه حاکم، گروه نژاد پرست بقبولونه که بله منم با شما هستم، منو انقدر تأخیر نکنین، انقدر نزنین. این که ما نیستیم. مثلا اینا میان میگن وقتی میگن ترک غرب ماها، آقا منظورشون ماها نیستیم که ماها که آذری هستیم. اینا به ترکای ترکیه میگن این حرفا رو. در مورد عرب ها میان میگن که آقا این همه
جوک های راسیستی و فحش های راسیستی به عرب ها ما میگیم، به عرب های ایران که نمیگیم اینو، به عرب های خارج از ایران میگیم. اونم خودش یه عمل نجات پرستانه است، چون واقعا اون زخم نجات پرستی رو 100 چندان وارد جان شما میکنه. پس اون هم مهمه که در نظر گرفته بشه. و من اینجا اضافه کنم وقتی ما در زبان ترکی مانگورت میگیم، بعضی ها اینو اشتباه میگیرن، میگن فرض کنین این یک کاتگوری هویتیه. بعضی از آذری ها میان میگن ما فارسی، ما آریایی هستیم. خب این حق دموکراتیک اوناست، ما اصلا هیچ مسئله با این نداریم. من خودم هم اصلا موافق و پشتیبان این مسئله هستم، چون انسان ها آزادند که برای خودشون هویت تعریف کنند. این دیگه تعریف واقعا جدید از هویته. شما میخواید دل بخواهی هر هویت و هر کاتگوری هویتی که دوست داری برای خودت انتخاب کنی، اون یه مسئله است. ولی با مانگورت ما انگوش میذاریم رو اون فردایی که میان و شیوه های نجات پرستانه فرهنگ و گروه حاکم رو به زور میخوان اعمال کنند در جامعه خودشون، یعنی بر علیه پدر، برادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر، قوم و خویش و دوستان و فک و فامیل و قبیله و همسایه خودش شمشیر رو از رو میکشه و میخواد اینا رو مثلا سر جاشون بنشونه که بله شما چیزی این زبان ترکی نمیدونم زبان مغول هاست و نمیدونم از طریق شمشیر و تفاولگری و ترک تازی وارد ایران شده. ما به این قشر از اونایی که راسیسم و درونی خودشون کردن در جامعه ایران، اون که واقعا افتادن زیر شمشیر راسیسم آریایی و فکر میکنم مثلا از لحاظ علمی چیزی به نام نژاد آریا وجود داره. حالا حتما این نژاد آریا خونش خیلی پررنگتر از نژاد ترک و عرب و کرد و دیگرانه و اینا میخوان از قافله عقب نباشن و سریع برن بپیوندن به اون نژاد برتر آریایی. خب اینا قربانیان مفلوک نجات پرستی حاکم هستند و چون اینا شمشیر به دست میگیرن و بر علیه مردم خودشون میجنگن، ما به اونا میگیم مانگورت و در تعریف واقعا بسیار چکیدش مانگورت هم یعنی مادرکش. میره مادر خودشو میکشه تا آریایی نجات پرست خوشش بیاد از این، بگه به به تو یکی از اونا نیستی، تو واقعا خونت دیگه خیلی رنگین تر شد، خون مثلا ترک که واقعا خون بی ارزشیه و اصلا رنگش هم واقعا به سرخی رنگ ما آریایی ها نیست، شما هم الان یکی از ماها شدید. خلاصه این هم یه نوع دیگه ای از راسیسم من اشاره کردم چون خیلی مهمه در جامعه ایران خصوصا در میان ما ترک ها این مقوله افشا بشه، این مقوله باز بشه، تعریف بشه و مکانیزم ها و عملکردهای این مطرح بشن و بیان بشن تا ما بفهمیم که چگونه در واقع به عنوان قربانیان راسیسم آریایی از طرفهای مختلف و از جنبه‌های مختلف ضربه میخوریم. که گفت آقای سرافراز فتیلتو میکشم پایین. ببین یه سری آدم‌هایی که دنبال استقلال آذربایجان هستن، مثلا میخوام بگم یعنی پان ترکیست، آره، که زندانی‌های ترک زبان بدون قید و شرط بعد آزاد شن. اون آقای نماینده اشتباه میکنه. من خودم دیدم رفتی بالا برق دوزوزو صندوق انداختی سیمه برداشتی اووردی زادی به فیلم داره میکنم برای زرد فشارم اون یخچال من ترکیدی. باشه کار خودته. ها ببین مزید کلمه من میخواستی امتحان بدیم این داختی کردن. بیا نترس، شاید یه روزی به دردت بخوره.